نصیحتی مادر بزرگ پیرم. گفته بود مادر بزرگم هر زمان: ای نجیب ای نور چشمانم بخوان، گر نخوانی می شوی محتاج خلق، چون گدای از پس یک خورده نان. ور بخوانی من دعایت می کنم، تا شوی مشهور فردا در جهان. با امید و آرزو خواندمت باغ علمت، تا بماند بی خزان. گر ز این دنیا روم هم باغ نیست، بس که در عالم ز من هستی نشان. آنچنان پروردمت از صدق دل، تا تو باشی شهرت این خاندان. پندهایم را شنو با گوش قلب، جایشان ده در بر روح و روان. پاس دار آیین خلق خویش را، رو مگردان از رسوم رفتگان. از نیاگانت مداما درس گیر، باش چون عبرت برای بعدیان. گر ز یک دستت بود قرآن پاک، روی دستی دیگرت انجیل بمان. هم اوستا خوان و هم تورات را، پند گیر از حکمت پیغمبران. از ره افراط و نفرت دور باش، مؤمن و انسانگرا دایم بمان. ره ببر از صحبت ظاهر پرست، وصل شو در حلقه باطینیان. ساعتی غافل نمان در زندگی، از هدایات امیر المؤمنان. از خرد همواره گو تا زنده ای، این بود فرهنگ ما از باستان. لفظ پامیری خود را زنده دار، لفظ نابی فارسی را هم بدان. سنت اجداد را محکم بگیر، تا ز محو و نیستی یابی امان. سنت ما زنده دار خلق ماست، خلق را سنت بود چون پاسبان. قوم بی آیین چو جسمی مرده است، قوم را آیین بود چون روح و جان. خود نه تنها فخر ملک خوف شو، بلکه فخر کل کوهستانیان. کوش تا باشی سفیر خلق خویش، در کنار این زمین بیکران. تا که در سیمای تو بیند کسی، اعتبار و همت پامیریان. نیکخواه خلق شو تا بعد تو، نام نیکویت بماند جاودان. گفته بود مادر بزرگم دایما: ای نجیب ای نور چشمانم بخوان. شعر بود با نام نصیحت مادر بزرگم.